درود بر شما همراهان همیشگی کانال باینری اسکیلز. من صابرم و امروز اومدم تا یه صرافی خیلی عالی بهتون معرفی کنم که علاوه بر امکانات فوق‌العاده و پیشرفته‌ای که داره 10% توی کارمزدش هم بهتون تخفیف میده. پس حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید. اما قبل از اون ازتون میخوام که اگه تا به حال توی کانال من سابسکرایب نکردین لطفاً همین الان این کار رو انجام بدین و حتما اون علامت زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از ویدیوهای جدید من باخبر بشید و بتونید اونا رو ببینید. خب بچه‌ها، من وقتی که ویدیوی مربوط به معرفی بروکر کوتکس رو منتشر کردم که البته اگر اون ویدیو رو ندیدین پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید. بروکر کوتکس یه بروکر خیلی عالیه و این پتانسیل رو داره که بهترین بروکر باینری آپشن برای ما ایرانی ها باشه. اونجا توضیح دادم که واریز و برداشت به این بروکر به راحتی با ارزهای دیجیتال انجام میشه. یه سری از دوستان به من پیام دادن و خواستن که یه صرافی مطمئن و معتبر توی زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال بهشون معرفی کنم. پس تصمیم گرفتم که این ویدیو رو بسازم و تقدیم حضورتون کنم. با من همراه باشین چون میخوام یکی از بهترین و کاملترین صرافی‌های ایرانی رو بهتون معرفی کنم و در ادامه ویدیو بهتون توضیح میدم که از چه طریقی ثبت نام کنید که 10% تخفیف توی کارمزد خرید فروشتون شامل حالتون بشه. دیگه بیشتر از این معطل نمی‌کنم، با هم میریم روی سایت این صرافی و اونجا توضیحات کامل و قسمت‌های مختلفش رو بهتون معرفی می‌کنم. بریم با هم ببینیم. خب بچه‌ها، صرافی که در موردش صحبت کردم اسمش هست بیت پین. همونجور که می‌بینین این نمای کلی سایت بیت پین هستش. ما اگه بیایم پایین سایت، حالا می‌خوایم همه چیزو با هم جزء به جزء بررسی کنیم و ببینیم که به درد ما میخوره یا نه. خب می‌بینیم که یه طراحی نسبتا حرفه‌ای و خوبی داره سایتشون. کلاً من خودم از ظاهر سایتشون خیلی خوشم اومد. اینجا شبکه‌های اجتماعیشون رو گذاشتن، شماره تلفنشون هست، پشتیبانی آنلاین دارن و همینطور اپلیکیشن‌های مختلف برای iOS، اندروید و دانلود از کافه بازار و مایکت و همینطور یه اپلیکیشن برای خود ویندوز هم دارن. سطوح کاربری توی بیت پین متفاوته، چند سطح کاربری داره. اگه اینجا روی سطوح کاربری بزنیم بچه‌ها می‌بینیم که اگه ما خیلی عجله داشته باشیم بخوایم سریع وارد در واقع این بازار بشیم و یه خریدی رو انجام بدیم، میتونیم روی همین سطح یک نیاز به احراز هویت نداره. فقط با ثبت نام در این پلتفرم بیت پین با ایمیل یا شماره تلفن میتونیم معاملاتمون رو شروع کنیم. میتونیم تو این سطح یک حد اکثر تا معادل 50 میلیون تومان واریز داشته باشیم در قالب رمز ارز، اما توی این سطح هیچ گونه برداشتی نمیتونیم داشته باشیم بچه‌ها، چه ریالی چه به صورت رمز ارز. دقت کنید که توی سطح یک واریز تا سقف 50 میلیون آزاده ولی برداشت نمیتونیم انجام بدیم. سطح دوی کاربریشون اینه که البته این ارتقاء سطوحش هم کار خاصی نیست، فقط یه احراز هویت میخواد که همه جا دیگه مرسوم و انجام میشه، خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. سطح دوی کاربریشون اینه که علاوه بر اون در واقع ایمیل و شماره تلفنی که گذاشتیم یه تصویر کارت ملی و به همراه حساب بانکیمون هم باید اونجا آپلود کنیم. این میشه سطح دو و توی این سطح دو واریزمون تا 100 میلیون تومان آزاده و همینطور برداشتمون هم تا سقف 1 میلیون تومان در روز. خب این سطح دوی کاربریشون هست. برای سطح سومش هم که یه مرحله بخوایم بریم بالاتر و ارتقا بدیم سطح کاربریمون، همون چیزایی که اونجا انجام دادیم، اینجا یک تصویر سلفی با در واقع همون تعهدنامه‌ای هم که دارن، یه متنی هست که خودش راهنمایی میکنه چی بنویسیم، امضا کنیم و کنار در واقع صورتمون بگیریم و یه سلفی بگیریم براشون بفرستیم. اینجا سطح 3 ما تایید میشه، همینطور که اینجا میبینید مال منم نوشته کاربر سطح 3. اینجا تا همین سطح برای ما کافیه، یعنی ما وقتی به سطح 3 برسیم واریز ما تا سقف 100 میلیون تومان، اینا در روزانه است، تا 100 میلیون تومان آزاده و همینطور برداشتمون هم تا سطح 200 میلیون تومان در روز مجازه. دیگه از این بیشتر روی سطوح ویژه و سطح شرکتی هم داره که ما نیازی نداریم. دیگه سطوح ویژه یعنی 4 و 5ش دیگه باید تصویر در واقع حالا سند محل سکونت یا اینا رو ارائه بدیم و یک سطح 5ش دیگه نیاز به امضای قرارداد حضوری هم داره. اون اصلا به درد ما نمیخوره، به کارمون نمیاد در واقع. همین سطح 3
برای ما کافیه روزانه تا 100 میلیون تومان میتونیم واریز انجام بدیم و همینطور 200 میلیون تومان هم برداشت کنیم. خب پس تا اینجا این سطوح کاربری مختلفه. برمیگردیم به صفحه اول. ببینید دوستان خیلی کار کردن با این سایتش خیلی راحته. حالا فرض میکنیم که ما آمدیم ثبت نام کردیم، عضو شدیم و حالا میخوایم در واقع یک ارزی رو بخریم. اینجا نوشته خرید آسان. ما اینجا ارزی که میخوایم بخریم رو انتخاب میکنیم. حالا فرض کنید که مثلا تتر میخوایم بخریم، اون مبلغی که میخوایم بخریم به تومن اینجا میزنیم، مثلا 1 میلیون تومان. حالا اگر توی کیف پولمون پول داشته باشیم از قبل میتونیم همه پول بزنیم، کل موجودی کیف پولمون رو اینجا خودش اتوماتیک میاره و معادلش رو به تتر اینجا نوشته 1 میلیون تومان. الان میشه 35 و خورده تتر. قیمتش هم اینجا هر تتر هست 28327 تومان. حالا کیف پول ما موجودی نداره، من قبلا برداشت کردم کلش رو. اینجا 430 تا تک تومانی موجودی منه که خب من ثبت سفارش اگه بزنم دوستان وارد یک صفحه بعد میشیم. اگه بخوایم توی یک کیف پول خود بیت پین نگه داریم که هیچ کارمزدی تعلق نمیگیره و واریزش تا نهایتاً 30 دقیقه انجام میشه. اگه بخوایم به کیف پول دیگه بریزیم که واریزش حد اکثر تا 12 ساعته و یک کارمزدی هم تعلق میگیره. اینجا هم شبکه هاشو نوشته که اینا رو بچه‌ها خیلی دقت کنین. یه موقع اگه آدرس کیف پول اگه میخواین تتر بخرید ERC20 رو بزنید اینجا روی TRC20 انتخاب کنید اون پول شما میپره دیگه. اینجا حواستون باشه این هر دو تا آدرسش باید یکی باشه. اگه کیف پولتون TRC20 اینجا هم TRC20 رو باید انتخاب کنیم. آدرس کیف پول رو میزنیم ادامه. چون موجودی من خالیه یه صفحه برام میاد که افزایش موجودی و وصل میشه به درگاه بانکی و میتونم خریدم انجام بدم. یه راه دیگه هم داره. ما میتونیم از این قسمت کیف پول اگه اینجا مراجعه کنیم اینجا حالا کل موجودی بزنیم. اینجا نوشته تومان. این تومان رو واریز میزنیم و مبلغی که میخوایم واریز کنیم حالا به تومان هم اینا همشون هستن. به تومان مبلغ رو میزنیم و شماره کارت مورد نظر، کارتی که عکسش رو براشون فرستادیم و احراز هویت کردیم انتخاب میکنیم و انتقال به درگاه بانکی. کیف پولمون رو شارژ میکنیم. بعد که شارژ شد میتونیم از روی خرید آسان انجام بدیم خریدمون رو. اگه موجودی نداشته باشیم اینجا دوباره وصل میشه به همون درگاه بانکی و هیچ فرقی نمیکنه در واقع. یه نکته خیلی جذاب این بیت پین داره بچه‌ها، من لینک ثبت نام این بیت پین رو توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون میذارم. اما نکته‌ای که هست اگه از طریق لینک من ثبت نام کنید، یعنی در واقع با کد من ثبت نام کنید، علاوه بر این که به من 1 پورسانتی میده به شما هم 10% توی کارمزداش تخفیف میده. پس این یه چیزی که خیلی جالبه دیگه، برای من هم برای شما سود داره. اگه از طریق لینک من ثبت نام کنید توی کارمزدهای خرید فروشتون اون مبلغ کارمزدتون هر چقدر که باشه 10%ش به حسابتون برگشت داده میشه، بهتون تخفیف میده. این یه نکته جذابیه که این سایت داره که میتونه برای شما هم خوب باشه. اگر دوست داشتین میتونید از طریق لینک من ثبت نام کنین، اگر هم نه خودتون میتونید به سایتش وارد بشین و ثبت نام کنین، ولی اون 10% دیگه شامل حالتون نمیشه. خب حالا اینجا یه برای ارتقاء سطح هم اینم بگم، وقتی که حالا با ایمیل یا شماره تلفن ثبت نام میکنید و وارد میشین اینجا روی این اسمتون این گزینه که اینجا فقط محسن نگه دارین اینجا اومده دیگه، حساب کاربری داریم و یه سری چیزا اینجا هم داره که ارتقاء سطح. روی این ارتقاء سطح اگه بزنیم میاد شروع احراز هویت و مراحلش رو کاملا مو به مو دقیقاً توضیح داده، میتونین انجام بدین. اصلا کار سختی نیست، نیاز به توضیح دیگه ایناش نداره. یه گزینه دیگه هم داره کیف پول هم که توضیح دادم. یه گزینه دیگه داره به عنوان تاریخچه. اینجا هم تاریخچه سفارشامونه دیگه، خرید فروش. اینا حالا خریدایی که من انجام دادم، معاملات، واریزها، مثلا حالا توی این چند روز گذشته واریزهایی که من انجام دادم اینجا زده. حالا از 29/5 تقریبا شهریور دیگه، شهریور و اول مهر، توی 1 ماه گذشته میبینیم این واریزها خریدایی که من انجام دادم و برداشت. اینجا هم برداشت های منه که حالا همه انجام شده، هیچ مشکلی نبوده. من خودم خیلی
از در واقع پلتفرم و این سایت راضی هم، هیچ مشکلی باش ندارم. یه قسمت دیگه داره که اینم میتونه یک بخش جذابش باشه، پلتفرم خرید و فروش. ببینید دوستان، روی این پلتفرم خرید فروش که میزنیم وارد یک محیطی میشیم دقیقاً مشابه صرافی‌هایی مثل بایننس، کوینکس یا خیلی صرافی‌های خارجی که ما میتونیم توشون ترید کنیم. اینجا هم این امکان برای ما فراهمه، میتونیم حتی توی این صرافی ترید کنیم. اینجا ارزهای مختلفی هست، میتونیم روشون کلیک کنیم، چارتشون رو میبینیم. ببینید الان من روی اتریوم زدم، این چارت اتریومه، یا تتر، چارت های مختلفی داره. اگر اینجا چیزی نبود باز میتونیم از اینجا نام ارز رو بزنیم. ببینید حالا من میزنم مثلا شیبا، ببینید حتی چارت شیبا رو هم برای ما میاره. ببینید هر ارزی که بزنیم فرقی نمیکنه، اینجا چارتش رو برای ما میاره. حالا این هم مثلا ترون هستش و ابزار مختلفی داره دیگه، دقیقا مشابه همون صرافی‌های خارجی. ما میتونیم حد سود و ضرر تعیین کنیم و خرید و فروش خودمون رو انجام بدیم. یه مسئله دیگه هم هست، اینجا یه تم روز و شب هم داره. این حالت روزشه اصطلاحاً که حالا سفید میشه، همه چی روشنه، و اینم حالت شبه. من خودم این حالت رو خیلی دوست دارم، فکر میکنم من خودم راحت‌ترم اینجوری. حالا هر کدوم که دوست داشتین میتونید شما انتخاب کنین. و باز دوباره برای این صفحه در واقع پلتفرم خرید و فروشش دو حالت حرفه‌ای و کلاسیک داره. روی کلاسیک اگه بزنیم این دوتا در واقع کلیدای خرید و فروش میرن سمت راست، یکم اینا جابجا میشن، یکم چارت فکر می‌کنم بزرگتر شد. و روی حرفه‌ای اگه بیاریم باز به این صورت در میاد. خب این هم از این بود. حالا برمیگردیم به قسمت خانه یا همون صفحه اصلی سایت. اینجا هم که میبینید بچه‌ها خیلی راحت میتونیم تبدیل کنیم، ببینیم معادلش چقدر میشه، یعنی قیمتاشون چنده. مثلا حالا فرض کنید اینجا ما میایم اتریوم رو انتخاب میکنیم، میخوایم ببینیم مثلا 5 میلیون تومن میشه چقدر اتریوم، این معادلشه به تومن، یا برعکس مثلا حالا میزنیم 1 اتریوم چند میلیون تومن میشه، 91 میلیون و 300 خورده ای. این هم یه چیزی هست. باز اینجا یه گزینه دیگه داره به اسم قیمت ارز دیجیتال. روی این اگه بزنیم قیمت‌های ارزهای مختلف رو داره. از همینجا مستقیم میتونیم خرید فروش انجام بدیم. روی این گزینه بزنیم، نمودارش توی 24 ساعت گذشته بهمون نشون داده، تغییرش توی 24 ساعت گذشته رو اینجا زده، قیمت لحظه‌ش رو زده، و اینم که خب اسمشه دیگه، بیت کوین و اتریوم. و اینجا هم خیلی ارزا رو داره بچه‌ها، خیلی، یعنی برای خرید و فروش هیچ محدودیتی نداره. هر ارزی که شما بخواید راحت میتونید از اینجا خرید و فروشتون رو انجام بدین. و همینطور پشتیبانی خیلی خوبی هم داره. توی قسمت راهنما هم اگه برین کامل راهنمایی ها انجام شده. دیگه فکر میکنم چیز خاصی نداره که بخوام توضیح بدم. اپلیکیشنش هم که گفتم، عرض به حضور شما که در مورد سطوح کاربریش هم صحبت کردیم. سایت خیلی جذابیه، من خودم خیلی ازش راضیم. و یه قسمت‌هایی هم داره، یه سری توضیح هم داده، حالا یادم رفت کجاش بود، یه سری در واقع راهنمایی‌ها در مورد اینکه حالا بازار ارزهای دیجیتال اصلا چی هست و چجوری اصطلاحات مختلف بازار رو نوشته بود. حالا یادم رفت کجا بود، اجازه بدیم ببینم میتونم پیداش کنم. فکر میکنم اینجا بود، بله، دانشنامه آلت کوین ها. بله این قسمت هم ببینید دوستان در مورد ارزهای مختلف توضیح داده، توضیحات مختلفی هست روی مفاهیم پایه. اگه بیایم باز میبینیم که به یه قسمتی میاد که حالا مفاهیم مختلف میکر و تیکر در بازار ارزهای دیجیتال چه مفهومی دارن، مارکت کپ یا همون ارزش بازار چیه، پول بلاک چین چیه، کلا توضیحات مختلفی داره. میتونین از این مطالب و مقاله هاشون هم استفاده کنید. این بود سایت بیت پین، یه سایتی که مخصوص ارزهای دیجیتال هستش و سایت کاملیه نسبتاً، میتونید ازش استفاده کنید. من خودم
مدتی که ازش استفاده میکنم راضیم و مشکلی تا حالا برای من نداشته برای خرید فروش و هیچ مشکلی تا برای من پیش نیومده. جایی هم نشیدم که در واقع چیزی گفته باشن مبنی بر ایرادات این سایت و این صرافی. به نظر میاد که یک صرافی حرفه‌ای باشه توی صرافی‌های ایرانی که وجود داره، اما این صرافی وب مانی و پرفکت مانی و اینجور چیزا رو نداره، فقط توی زمینه ارزهای دیجیتال کار میکنه. من در آینده حتما یه صرافی مطمئن برای خرید فروش وب مانی و پرفکت مانی هم بهتون معرفی میکنم. اما این بیت بین برای خرید فروش ارزهای دیجیتال خیلی عالیه. با توجه به اینکه توی بروکر کوتکس هم که من معرفی کردم ما میتونیم خیلی راحت با ارزهای دیجیتال واریز و برداشت داشته باشیم. فکر میکنم این گزینه مناسبی که حتما اینجا هم ثبت نام کنین و بتونین برای فعالیت توی اون بروکر اگه دوست داشتین و علاقه داشتین که فعالیت داشته باشین اینجا ارزاتون رو به راحتی خرید و فروش کنید. خب بچه‌ها این صرافی بیت بین یکی از معتبرترین و بهترین صرافی‌های ایرانی در زمینه ارزهای دیجیتال هستش که هم میتونین توش خرید و فروش انجام بدین، هم میتونید توی کیف پول خودش تو اون صرافی نگه دارین و هم میتونید اونجا ترید کنید. این دیگه بستگی به شما داره که چه کاری دوست داشته باشین انجام بدین، ولی صرافی معتبر و مطمئنیه. البته من نه تایید میکنم نه رد میکنم، من فقط دارم تجربه شخصی خودم رو ارائه میکنم و من مدتی که دارم باشون کار میکنم ازشون راضی هستم و هیچ مشکلی ازشون ندیدم. پیشنهاد میکنم شما هم امتحان کنید. اگه دوست داشتین توی این صرافی ثبت نام کنید حتما از طریق لینک توی دیسکریپشن این کارو انجام بدین تا 10% تخفیف توی کارمزد خرید فروشتون شامل حالتون بشه و به حساب شما برگرده. خب همینطور که دو تا دیگه از ویدیوهای کانال رو بهتون معرفی میکنم که اگه دوست داشته باشین میتونید اونا رو هم ببینید. ازتون درخواست میکنم اگه تا به حال توی کانال من سابسکرایب نکردین لطفاً همین الان این کار رو انجام بدین و علامت زنگوله کنارش هم حتما روشن کنید تا از ویدیوهای جدیدم با خبر بشید. تا ویدیوی آینده خدا نگهدار.